سلام دوستان عزیز، خانجور صحتمند باشین. یک تعداد میگه کار نیست، بیکار هستم، دائم است یا در خانه است یا در جای زندگی میکنم، میگه بیکار هستم، کار ندارم. ما اولین چیزی که براتون پیدا میکنم، کار که ایره خودتان در آینده باز میفهمین اینی کار است. ایره کار میگه به تفاوت ششته قرار خواه سیر خانه اصلا سر خود کار نمیکنی، سر مفکوری خود کار نمیکنی، باز میگه که کار نیست، کار پیدا نمیشه. یا وقتی که پیش کار فرمان میری کسی که بر تو کار میده ولی نمیگیریدم، علتش چی است میفهمی؟ بخاطر از اینکه وقتی طرف تو میبینه رنگ بسیار خجل، رنگ چی میگن گپ زدنایت بسیار ضعیف، از اونمو همو اداره کار میفهمه که قرارداد هم نمیکنه. اگر شما بیکار هستین میگی کار ندارم، حتما اینجا پیسه همو خرچ و مصرف تان است، مشکل نیست. کسایی که نو هستین یا سابق هستین و کسایی که گرفتار همو چی شده چی میگن همو تخت خود شده، همو خانه محیط دیگه جای براتون زندان است. یگانه کاری که شما میکنین ورزش است، یعنی میلان این را دوست داشته باشین. این شما را در موفقیت میرسانه. چه وقت در موفقیت میرسانه؟ وقتی که شما کار بکنین بعد از یک سال دو سال خودتان نتیجهش میگیرین. در اجتماع بین مردم شخص اول هستی، کلی برات احترام داره، عقل سلیم میگه در بدن سالم هسته. شما کوشش بکنین که بیکار اگر هستین اینمی کار از خودش. مگه امروز اینمی حال ورزش میکنم، فکر میکنم که 100 یورو ما پیدا کردم امروز، آنقدر خوش میباشم ولی پیدا میکنم. اینمیست یک وقت که دست مرا میگیره، همین میله است که یک وقت اگر من ضعیف میشم چی میگن پیر میشم، اینمی اندام مسمره میورداره، هیچ کس نمیورداره، نه اولادت میورداره نه زنت. خودت خود در حالتی باز میباشی که دیگه راه حل نداری، پس در گذشته بیایی باز فکر بکنی. اینمی جسم جان قوی توست که تره میورداره در جگرتان جانم. کپای ما سرتان بد نخوره. من چیزی که به خود میآموزم به دیگران هم میگم، چیزی که یاد داشته باشم به دیگران میگم. دیگه به این خاطر است که من شما را دوست دارم، از این خاطر است برای شما میگم. اگر امروز وقت داری نیم ساعت بعد از کارت حتما این ورزش برو، حتما تو به تفاوت نباشین. ای اگر حرکت بازو اولا که این اندام مگه دروغ هم دوی مردم میگه ای راست میگه. مختری چی که طرف قواریم سیل میکنه سر ما باور میکنه. قبلا کل چیز داشتم، گپی که برای مردم میزدم مردم تایید نمیکرد، مفی حتما دروغ میگه. ولی حالا که طرفم سیل میکنه کل کارهای در زندگی خود همون نرمال پیش میره، بسیار خوش هستم. از وقتی که ورزش شروع کردم در موفقیت هایم رسیدم. هر آن چیز که بگویی دارم. جگرتون صدقه.